البته اگر 100% اهل دنیا رو گیریم، اون در هر یک جمهوری، در هر یک مملکت اگر 5%ش شخصیت باشد، این برای خلق دولت کلان. در زمان شوروی یک عباره بود، میگفتن که не повторимых людей нет. یعنی شخص ناتکرار نیست. اما این گپ نادرست است. هر یک شخص علاهیده است. هر یک شخص ناتکرار است. و اگر هر یک شخص ناتکرار نمی بود، امروز حافظ ها بسیار میشدن، سعدی ها بسیار میشدن، مولوی ها بسیار میشدن. متاسفانه مولوی یکتا، رزکی یکتا، حافظ یکتا. و یک زمانه شده است که یک مقاله بسیار ناجایز بین مردم جاری شده است، یعنی زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. این مقال یک مقاله که خلق را منافق می سازد. یعنی پیش مثلا زمانی شده و دعای زمانه سازش میکردن، امروز دیگر زمانه شد با این سازش میکنن، فردا دیگر زمانه شد با وای سازش میکنن. این منافقه است. در اصل در قدیم این مقال به طرز زمانه با تو نسازد، تو سازوارش کن. مولوی میارد، تو سازوارش کن. یعنی زمان آدم را نه، آدم زمانه میسازد. با توسط همین شخصیت زمانه ساخته می شود. یعنی شخصیت می سازد زمانه، نه زمانه آدم. با زمانه هم قدم بودن یعنی در یک جا شخص شده ماندن است. یعنی تا همون زمانه هست، تا همون محیط است، در همون حالت می ماند. مملکت دموکراسی در آن وقت مملکت دموکراسی است که اگر شخصیت را به نوبت گیرد، رواج دنیا، رواج زندگی، رواج زمانه از تضاد عبارت است. اگر شب نمی بود قدر روز نمی شد. یعنی این تضاد است. زندگی خودش عبارت از تضاد است. شخصیت ساختن از خاندان سر می شد، از محیط خانوادگی سر می شد. مثلا من اینو در تجربه خودم میگم. مثلا از من بابام شخصیت ساختن، مادرم شخصیت ساختن. ما امروز مثلا راهنمای کسب میگن، پروفالینتاسی به زبان روسی راهنمای کسب میگن. اما برای یک انسان، یک طفل با آینده راهنما کردن، این اول در همون خاندانش یک پدر و مادرش یا یگان آدمی کلانسال، مثلا باباش، یک باید که پسیخولوگ، روانشناس باشد که فهمد که پای برد که همین طفل، همین کودک قابلیتش به کدام سمت است و به همون سمت پس همین طفل، همین کودک روانه کردن در کار، از همین شخصیت ساختن در کار. و من در یاد دارم یا بابام آمدن و گفتن که ملا من خوشبختترین بابا من. گفتم چی شد بابا جان؟ گفتن که در یک دوره نشسته بودیم، پرسیدن که این کس کی بود؟ پرسیدن منه. یک کس گفت که بابای حیات نعمت گفت. یعنی اگر از این پیش شما نه با توسط من شناسن، نبیره مولا حسنی چجا گفته شناسن، اکنون با توسط شما مرا شناساندن. یعنی گفتن که
بابای حیات نعمت، من همینقدر خرسند شدم که شما شخصیت شدید، یعنی شناخته شدید. شخصیت شدن این شناخته شدن است. متاسفانه البته نه همه مردم، نه همه خلق به این گونه نام سزاوار شده میتواند. البته با این ما خلق گناهکار کردن نمیتوانیم، چون که هر یک دولت با خلق است و عوام میوای، اهل علم و فرهنگ میوای. قطعی نظر حتی از بسیار جهت اگر گیریم، اگر حتی افکار بعضی مردم عوام از افکار خود مثلا اهل معنی، اهل معرفت میتراشند، از اونها تازه تر است، بیکرتر است، آلوده نیست. مکتب این هم یک خانه، طلبه در اون زندگی میکند، نفس میگیرد. مادام که طلبه در مکتب نفس میگیرد و زندگی میکند. و برای ما مکتب هم این هم همچون یک درگاه، همچون خانه، و این وابسته به همون تعلیم استاد. از محیط خانه دیده بعضا همطور میشد که یک روزی با محیط بیرونه همراه شدن آدم همین 20 ساله تربیه برباد میکرد. مثلا مولوی مگر فرزندش بد تربیه میکرد که فرزند یکمش سلطان ولد بسیار همچون شخصیت شد، اما فرزند دومش بدکار. محیط بیرونه، محیط جماعت ویران کرد. من باز یک از حیات خودم یک واقعه، من سال گذشته آمدم، در شبی که اول آمدم نوتبوک من را دزدیدن. خب با یاری کارمندان کارهای داخلی ما یافتیم یک کودک 17 ساله، جوانی 17 ساله، هم نزدیک زندگی میکرد است. آمدن در همین خانه من سود کردن. من هر چیز ضرر شد من راضی من. و وقتی که سود میکردن من گفتم زینهار با این بچه جزا ندید، هیچ گونه جزا را نبینید. ممکن باشد همین دمان تید من تربیه کنم، من همچون نبیره خودم من همین تربیه میکنم. و من دیر روز خودش من در بیرون ایستاده بودم که مادرش آمد نزد من. مادرش آمد و گفت که معلم هزاران رحمت در شما، فرزندی من تماما دیگر شد، همراه من برآمده سودا کیس است، بسیار بچه خوب شد. یعنی همه یک 10-15 دقیقه در همجا مثلا همون در اون ایستاد من گفتی من همون بچه تاثیر کرد. یعنی همون تربیه از تربیه دهنده به تربیه دهنده وابسته است. تربیه هر یک شخص که در دست کی وی تربیه می یابد، در دست کی وی کار میکند، با همکاری کی کار میکند. آن عالمی که، آن شخصی که با یک عالم رشوه‌خور، پاره‌خور شاگرد شده کار کرد و نامزد علم شد، خودش هم پاره‌خور شد، خودش هم رشوه‌خور شد، خودش هم پلاگیات شد و استادش هم از دیگر رو گرفته ساخته یک چیز می ساخت، شاگردش هم خیلی شد. یعنی وابسته به تربیه دهنده است. بابام که خودشان هم در مکتب کهنه خواندگی، مکتب کنجکی میگفتن که معلم مکتب کهنه، معلم مکتب کهنه از بس که رزق روزی معلم مکتب کهنه از حساب پدر مادر طلبه بود. معلم کوشش میکرد بیشتر طلبه به خود جلب کند. با کدام را؟ با مهربانی، نه با ظالمی. معلمان سختگیر بودند، معلمان مکتبی کهنه سختگیر بودند اما ظالم نبودند.
سختگیری دیگر، ظالمی دیگر است. ولی میبینم مثلا در همین تلویزیون نشان میدن با معیوبان هر چیز توفه ها میبیارن و ارکم میکنن، با گفته سامانخانی بسیار ارکم میکنن و یک مفتخور میسازن و انسانی گمان میکند که ها من معیوب، من جمعیت باید که با من نگاه کند، جمعیت باید که با من اعتبار کند، جمعیت متهم میسازد، لیکن و جمعیت باید معیوب نکرده است. ما باید که خودمون نشان دهیم، ما باید که با جمعیت هیم، جمعیت نظیمانه، جمعیت بسیاریه، ما باید که خودمون با جمعیت زنیم. من که از 4 سالگی بپا من نگاه نکردم که با جمعیت در من اعتبار میده، من خودم رفتم با جمعیت و من از سختگیری اون کس بعضا میرنجیدم، نمیفهمیدم که این سختگیری برای تشکل شخصیتی من است، از من بیشتر طلب میکردن. من گفتم برای چی با دادارم اینقدر سخت نمیگیرن و من اینقدر سختگیری میکنم. در تربیه من هر یک شخص سختگیر شدن در کار، عادت کنوندن در کار که هر شخص نسبت به خودش با نظر تنقیدی نگاه کند. آدم تنقیدن قبول کردن نمیتواند و حالا که از تعریف دیده تنقید بیشتر لازم است، بیشتر لازم است، چون که تنقید این با کم شدن مثلا گریم عادتی سلبی انسان فایده وار است و این برعکس با فایده شما است. میرسد بر قدر شاعر خلق عاده آن زمان، گر رسد بر قدر او بالا نشین یک رهبری. قدر شاعر این اگر باشد خدایا ای حیات، دیگر از اولاد من شاعر نزاید مادری. اگر مثلا با شناختن از طرف مثلا شخصیت های بالای رهبران اگر و مردم شناسا شوم، من نمیخوام این طور شناساییه. در اینجا یک چیز دیگر است، شخصی که قابلیتی جبلی دارد، مادرزادی دارد، این گونه شخص خودش بین مردم معرفی کردن نمیتواند و بیشتر در سایه میماند. اما بعضی هستن که مثلا همگی یک بقدر ناچیز یک استعداد دارن اما خودشون بسیار معرفی کرده میتوانند. سماریکلاما خودشون ریکلاما کرده میتوانند. مثلا لای خودش ریکلاما نمیکرد، شعرش لای ریکلاما میکرد. بازار صابل هم همین شعرش بازار ریکلاما کرد، همون شعر زبانی مادری. ایجادکار اصیل خود معرفی کرده نمیتواند ولی بیشتر در سایه میماند. این از یک جهت همون خاکساری، البته یک نشانی خاکساری است. بهترش همین ایجادکار در سایه شیند و خودش ایجاد کند. از های میماندگیش همین ایجادش میماند. نه همه مثلا ماتماتیک شده میتواند، نه همه مثلا شاعر شده میتواند، نه همه حتی دهقان شده میتواند، نه همه کاسب شده میتواند. یعنی برای شخصیت شدن هر کس باید که پای برد که در خودش درک کند که قابلیتش به چی میرسد. مثلا شاعری است به نام ابن یمین، همین چنین شعر داشت. آنان که بدانند و بدانند که بدانند، آن کس که بداند و بداند که بداند، از پیش شرف از گنبد جهان برهاند. آن کس که قابلیت با کدام سمت از کدام جهت مثلا قابلیت خودش پرزورتر بودنش فهمد، یعنی قابلیت خودش درک کند و از پیش شرف یعنی همون از پیش شهرت و اعتبار از فلک کنده میگیرد. آنان که نداند و بداند که نداند،
از ننگ مرتب ابوالدهر بماند. یعنی اون که نمیداند، یعنی اون که میداند که وای گریم قابل این کار کردن نیست، وای برام این کار نمی کند. مادام که نمی کند و شرمنده در دنیا شرمنده نمیشد. اما هستن که آن کس که نداند در جهل مرکب ابوالدهر بماند. یعنی اون کس که هیچی نمیداند و دانستنی خودش هم دانستن نمیخواهد که نمیداند و در جهل مرکب میماند. اما باز در اینجا چهارم چیز علاوه کردن در کار که آن کس که بداند و نداند که بداند. بیشتری مردم ما امروز قابل یک کار کردن هست دارد، اما همان هم خودش پای نمیبرد. برای وای کی لازم؟ و اکنون یک شخص لازم که وای با همون راهنما کند، پای برد، از درون وای کشیده گیرد که همین قابلیتش به کدام سمت است و پس به همون سمت روانه کند. چون نه هر کس به همین قادر است که نه هر کس مثلا همون امکانیت خودش پای میبرد و قابلیت خودش به کدام سمت مثلا روانه شده است خودش پای نمیبرد. بازن وقتی که جوانای توی عروسی میگذراندن، پس از توی عروسی گذراندن میگفتن که اکنون از جماعت مادام که شما زناشویی شدید، عائله نو ساختید، شما حالی تجربه ندارید، بنابراین از بین قبیله، از بین قوم، از آدمان تجربه روزگار دیده به خود یک راهنما گیرید. پس همون نوجوانان از همون سردار قبیله یک راهنما میگیرن که یک پیر تجربه دیده، تجربه روزگار دیده میگیرن که وای با همون پس همین زندگی یاد کرد. در ما هم امروز ما باید که همین کار، یعنی به هر یک شخص یک همین گونه راهنما لازم است. اما چه خیلی که من گفته گذاشتم یک راهنمایی که در حق قابلیت اصیل دارد، قابلیت مادرزادی دارد، نه آنی که قابلیت ساخته که امروز میبینیم بسیار شاعران ساخته. اگر به همین گونه شاعر مثلا یک جوان شاگرد شود البته باید ساخته کار میشد.